کوه امام عسکری یا امام عسکری همچون معجزه طبیعت در قسمت شرقی جماعت دهات داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین جایگیر بوده با طبیعت فرح بخش و چشمه‌های شفابخش و گل و گیاهای دوابخش خود صد ساله‌ها باز دقت مردم را به خود جلب نموده است. بابت پیدایش این کوه و چشمه‌های آن در بین مردم نقل و روایت‌های زیادی وجود دارد. بهر پاسداری و حفظ مکان‌های طبیعی و تاریخی روایت‌ها نقش اساسی را می‌بازند، زیرا احترام آدمان را بهر نگهداری حفظ طبیعت زیبای وطن زیاد می‌نماید و شهرت آن را میان مردم افزون می‌گرداند. اما بهر معرفی نمودن مکان‌های طبیعی و تاریخی تاجیکستان شرح علمی و تحقیقاتی خیلی مهم است. بنابر اندیشه باستانشناسان از حدود کوه امام عسکری چندین آلات و سکه‌های بی‌نظیر تاریخی پیدا شده است که به دوره سلاله هخامنشیان و کوشانیان منسوب می‌باشد که این بشارت از مکان تاریخی بودن این موضع را می‌دهد. پس از کشف گردیدن شهر قدیمه اسکی کولاب که در جماعت دهات داغستان در نزد کوه امام عسکری یافت شده است به عصرهای 14 و 15 میلاد تعلق داشته. در آنجا راهرو پیدا شده است که پیاده‌گردان را تا کوه امام عسکری میبرد. اطراف طبیعت زیبای این کوه جالب چندین معماهای دیگر نیز بین خادمان علمی به میان آمده است که پی پاسخ آنان باستانشناسان کارهای علمی و تحقیقاتی را به راه ماندند. بنابر اندیشه گئولوگان موضع طبیعی باستانی کوه امام عسکری همچون معجزه طبیعت در اساس عامل‌های طبیعی پیدا شده تاریخ بیش از 1000 ساله دارد. با گفته عالمان واقع بودن چشمه‌های زیر کوه که در فصل گرمای تابستان بالای آن برف نیست تاثیر آبکشی بعضی میکروالمنت‌های میباشد که خصوصیتی در درون خود جبیدن آب برف و باران را دارد و نمی را در ترکیب خود نگاه می‌دارد و چند مدت آب را تکشین می‌نماید و در شکل شفاف به بیرون می‌برد. آب چشمه‌ها آنچنان سرد و تشنه‌شکن می‌باشند که ساکنان و کوهنوردان برای چشیدن آن مسافه‌های ده‌ها کیلومتر را طی می‌نمایند. تراوت طبیعت در بلندی‌ها بر مشام کس می‌رسد. تابستانش معتدل و زمستانش خیلی سرد است. هوای صاف و به آلایش این موضع راه نفس را گشوده خستگی را رفع می‌سازد. درختان ارچه، پیسته، بادام، دلانه، مرود، توغ و از گیاها باشد راو، زیره، اسپند، شیرچی کمال، چکری و تاران و بوته و علف‌های گوناگون تبابتی کوه نامبرده را بای گردانیده است. قیمت دیگر این کوه در آن است که آن باز میتواند به حیث مکان زیبا و تماشاباب برای کوهنوردان و عالمان و کارشناسان گیاهشناس برای گذراندن کارهای علمی و تحقیقاتی خدمت نماید، زیرا طبیعت افزونکار این مکان تماشاباب خیلی بای و رنگین میباشد. محمد جان بازار، عالم افروز تقای مراد از ناحیه شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی خبر.